اسنپچت مسج کردیم زنگ زدیم جواب نداد زنگای مرا یک میبخشید سابق بودی کتما گپ میزد میت کتش کار نداشتم تا وقت محفوظ بود کتم گپ میزد محفوظ کن رفت کت کی پرسان کرد اینقدر آدم نمک کور نمیباشه اینقدر دیگه مطلبی نمیباشه به حیث یک وطندار به حیث عشق عاشقی نه فهمیدی؟ این سال کنی وطن داره گل اینی برو مردی وطن نجاتی برو که مردم با خدا کلش انسای کو تشویش کردن میره حالی نمی گلکا و نمی لایک که میکنه صفحه تر لایک میکنی کلش تر دوست داره نجاتی سنگ چوب قلق کلش تر مشناسه تو چی فکر میکنی تر کس نمشناسه کلگی تر مشناسه که نجاتی افغان هستی ولی مردم آمده که از تو بشنوه نجاتی نمی کارهای کلش اشتباس ما برات میگم دوستار یخ زده خدایا دیگه اونیه را از من بتر کنی خدایا دیگه دایی هوای سرد تا اسکریم بخوری مریض میشی برو نجاتی خانه برو هوای سرد تایی برف سایکو اون نفرایی که درباره من خراب گپ زد تر تک تک کده خور از دورم کنم من خور از دورم مرا تک تک نکده کس ما دقیقه کس نیستم نجاتی ما با خود حکومت دارم من اینم دمی لایک میگم برات مرا کس نه تک تک کده میتونه نه خریده میتونه و نه دقیقه کار کده هستم ایرت بفهم پا ایرت ما لایک میگم برات آریا نمی امروز یار دوست دور از خوبات دور از خودت یار دوست کلش به من معلوم شد کلش به من معلوم شد دیگه دی شرایط بعد که من هستم نه نیش به درد من خورد نه دیگه ایش دیگه چی کنم دیگه او بچه بگو یک تاکسی باید بگیرم بخی بیا یک تاکسی باید بگیرم بخی بیا نکن تو کارا نکو بچه بدات نمیخوره نجاتی اینه یار و دوست تمی ساعت معلوم بشه همیال ما باید تاکسی میگیرم آدرس بده اگه من نخوردم قامت بگوی هیچ آدم نبودی یک گیلایی بودی او بچه تو خودت میفهمیدی که من چه رقم هستم نه نجاتی نکن دیگه می کارا رو نکنیم برفا و دمی خودنکا برآمدی مریض میشی یک ساعت است که تو استاد ده یک ساعت ما برات وزر میکنیم که برو خانه برو خانه قرار شیشتی بیاد تا کانیه مرا نبخشه آنیا اگه من تر انقلابی وری بلبل وری دعوت میزدم خودت مادرت مال قدر داشت زنگ نزنه به من برو بیاد دوزدن فایده هم دار دوزدن کدوم جایی رو هم نمیگیره غیر از نفرت بدر هم نمیخوره زنگ نزنه به من زنگ نزنه من چه میگم تا کانیه نبیای یا خودم میکشم یا زیر موتر میبرتیم یا اینجا مرا یخ بزنه برم خلاص که موردی چی میشه که موردی چی میشه حل میشه مشکلات حل میشه به نظرت که موردی برو کالای تو پوش برو دیگه بچه برو دیگه در والا خود دیوانه نکو اصاب مشاک نکو که باید یک چیز بگویم کالای تو پوش برو خانه برو ای برف سعی که با خدای ندمی بالکن ما سعی میکنم برف سعی که بیرون کلش سفید شده با والله بالله قسم سفید شده آفرینت که تو طاقت آوردی دی برفا او بچه او ترا میگم لوکیشن بده امی دقیقه ما میم در کجا هستی بگو بر ما لوکیشن بده اگه نامدم بگو هیچ مرد نبینی لوکیشن بده ترا میگم او خارش نکو بچه نکو تو کارو ما میبرم دادم اونجا نکو تو کارو نکو تر والا برو خانه برو کالای تو پوش لباسای تو پوش میموری او بچه دی خونک زنگ نزنه لطفا زنگ نزنه ما جواب نمیدم برو بچه او موزیک خاموش گپ گوش بگی چی میگم تا خودم میکشی با قرآن شریف دی گپ ناق مردم دی یک چیز خودم میکشه که بیادر یک چیز باشه خودم میکشی بیشی پورا کو این حالا برو خانه برو